دایی بازم دیر کردی، کجا بودی؟ کامبیز دایی جون، تو خیابون از ترس کرونا حواسم به این ور اون ور رفت که به جایی نخورم اتوبوس اشتباهی سوار شدم، به جای میدون خراس و سر از افسریه در آوردم. بعد موقع برگشتن خواستم بیام بهارستا، سر از مخبر دوله در آوردم. خلاصه نصف تهرون رو گشتیم تا رسیدیم اینجا. با اجازت یارانه نداده رو خرج ایاب کردیم. دایی این چه وضعیه که وزیر بهداشت میگه از خونه بیرون نرید؟ هلال اول میگه وضعیت قرمزه، بعد معاون وزارت کشور میگه ساعت کار به روال عادی برمیگرده، همه بری سر کار. این وضع شیرتوشی چیه؟ کامبیز جون، تو باغ وحشین همه صدای مختلف نمیشنوی که تو ولایت میشنوی. الان کشور ژاپن میخواد برگزاری المپیک 5 ماه بعدش هم کنسل کنه، ولی مسئولین ولایی تو وضعیت قرمز کرونا روال عادی اعلام میکنن. دایی اسم این کارا مدیریته؟ مدیریت کامبیز جان، باز جلوی اینا سقراط دایی. میدونی دو نوع مدیریت برخورد با کرونا وجود داره. یکی مسئولین ووهان چین که با قرنطینه و مراعات تونستن کرونا رو کمرشکن کنن. یکی هم شیوه مسئولین نظامه که کمر همت بستن با کرونا مردممون رو منقرض کنن دایی. دایی حالا تو این وضعیت که ماسک و ژل رو هم نتونستن برای مردم جور کنن، یا آخوندی قمپوز در کرده که ما داریم درمان کرونا رو پیدا میکنیم. البته اگه چند تا دود بیشتر میگرفت بیشک میگفت قرص ضد سرطانم کش کردی. اینا بستنی قیفی رو یه جور بسازن که تشنشتی نده، نمیخواد قیافه بگیرن که درمان کرونا رو پیدا کردیم. کامیز خبرترین رو بخون ببینم چه خبره. الان میخورم دایی. موش تو سوراخ نمیرفت جارو به دنبش میبست. ترین خبر هفته، شمخانی آمادگی رژیم رو برای کمک به عراق در مبارزه با کرونا اعلام کرد. دایی منظورش چیه؟ کرونا کمک به عراق. میگم کاش که جای توییتر و تلگرام دهن این گروبان گارسیای نظام رو فیلتر میکردن. البته تا حدودی حرفش درسته و با این سوابق درخشان مسئولین همه دنیا دنبال این هستن که کلیه مراحل و اقدامات سران نظام ولایی رو بنویسن و از روز اول سعی کنن برعکسش رو انجام بدن تا بتونن نسل مردمشون رو نجات بدن. بریم دایی که تا خون کفن نشود این وطن نشود. بریم دایی.